خب سلام بچه ها با یه دونه سوال از مبحث جرم اتمی میانگین اومدم خدمتتون. جرم اتمی میانگین خیلی اوقات بچه ها نقطه ضعف دارن، فقط نکته‌ای که وجود داره داخلش اینه که شما یه فرمول رو باید به ذهنتون بسپارید. اونم اینه که جرم اتمی میانگین میشه جرم نمونه اول ضرب در درصد فراوانی نمونه اول به علاوه جرم نمونه دوم ضرب در درصد فراوانی نمونه دوم به علاوه جرم نمونه سوم ضرب در درصد فراوانی نمونه سوم تا به تعداد نمونه‌ای که شما دارید تقسیم بر 100 که این 100 از کجا میاد؟ ما میدونیم اگر یه تعدادی نمونه داشته باشیم جمع نمونه ها با هم، جمع درصد فراوانی نمونه ها با هم در نهایت میشه 100%. نکته چیه؟ نکته این که ما توی دنیا ممکنه مثلا از کلور چند تا ایزوتوپ داشته باشیم ولی تو جدول تناوبی باید جرم یکیشون رو بنویسیم. برای همین ببخشید جرم یکیشون رو نه، جرم میانگین رو بنویسیم. برای همین ما نیاز داریم با توجه به میزان مقداری که از هر نوع کلور وجود داره و همچنین جرم اون نوع استفاده کنیم تا یه جرم میانگین برای کلور به دست بیاریم. این یه مثال بود. خب تو این مثال اگر دقت بکنید به ما گفته کلور دو تا ایزوتوپ داره، کلور 35 و کلور 37. منظور از 35 و 37 بچه ها جرمه. از کجا میتونیم بفهمیم جرمه؟ چون گفته در ادامه جرم اتمی میانگینش 35 و نیمه و در راجع به جرم صحبت میکنه. در ادامه میگه از 20 اتم کلور چند تاش کلور 37. ما همین اول میایم یه چیزی رو فرض میکنیم مثلا M1 ما هست 35 یا کلور 35 کلور نمونه اول ماست و M2 ما هم هست 37 یا نمونه دوم ما کلوره. همونطور که سوال به ما نگفته ما درصد فراوانی نمونه اول و درصد فراوانی نمونه دوم رو نمیدونیم. پس ما چند تا مجهول داریم؟ 2 تا. یه معادلمون رو تشکیل میدیم. اول این جرم اتمی میانگین که هست همون 35 و نیم برابر با جرم نمونه اول یا 35 ضرب در درصد فراوانی نمونه اول به علاوه جرم نمونه دوم یا 37 ضرب در درصد فراوانی نمونه دوم تقسیم بر جمع این دوتا نمونه و چون دوتا نمونه هم بیشتر نداریم اون دوتا رو نوشتیم تقسیم بر 100. حالا اگر دقت کنید ما یه معادله داریم و دو مجهول. اینجاست که ما میدونیم نمیتونیم یه معادله و دو مجهول حل کنیم. برای همین نیاز به یک معادله دوم داریم. معادله دوم ما چیه؟ ما میدونیم درصد فراوانی نمونه اول به علاوه درصد فراوانی نمونه دوم برابر با 100. باریکلا بچه‌ها. حالا ما چجوری باید دو معادله دو مجهول رو حل بکنیم؟ چون ممکنه بعضیاتون ندونید دو معادله دو مجهول رو به این روش حل میکنن. اول بذارید من پاک کنم تخته رو، دو معادله رو مرتب بنویسم. در ابتدا ما دو تا معادله رو مرتب زیر هم می نویسیم به صورتی که مجهولامون یه طرف باشن معلومامون یه طرف دیگه. حالا میایم یکی از مجهول ها رو انتخاب میکنیم مثلا آلفا 2 و میایم میبینیم توی اون یکی معادله ضریبش چنده. اون یکی معادله منظورم معادله ایه که آلفا 1 توش ضریب بزرگتر داره. اینجا آلفا 1 از ضریب داره ضریب 35. میایم معادله پایین رو ضرب در قرینه ضریب معادله بزرگتر میکنیم. در نتیجه من یه معادله جدید دارم از معادله دوم که توش به این صورت حضور به وجود میاد. حضور یا به وجود چی دارم میگم خدا میدونه. اگر من معادله دومم رو ضرب در منفی 35 قرینه ضریب آلفا 1 در معادله‌ای که توی اون ضریب بزرگتری داره بکنم به این حالت میرسم. حالا که این دوتا معادله رو بیام با هم جمع کنم آلفا 1 با آلفا 1 خط میخوره بچه‌ها و در نهایت میشه 150 مساویه 2 آلفا 2
در نتیجه آلفا 2 میشه چند؟ باریکلا 75. آلفا 2 چی بود؟ درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر. در نتیجه آلفا 1 علاوه آلفا 2 هم یادمونه 100 بود. در نتیجه آلفا 1 میشه 25%. حالا ما هم آلفا 1 رو به دست آوردیم یا درصد فراوانی ایزوتوپ سبکتر، هم آلفا 2 رو. خب در ادامه سوال به ما گفته که از 20 اتم کلور چند تا اتمش چند کلور 37 توش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا فرض کن که من 20 تا کلور دارم، چند تاش کلور 37، چند تاش کلور 35. من میگم که اگر 100 تا باشه 75 تاش 37، 25 تاش 35. حالا اگر 20 تا باشه یه نسبت ساده است. این دوتا رو تقسیم بر 5 میکنم، چون اگر 100 رو تقسیم بر 5 کردم به این رسیدم. میگم که در این صورت من 15 تا کلور 37 دارم و 5 تا کلور 35. پس حل معادله درجه 2، ساختن درست معادلات و ضرب و تقسیمه های درست باعث میشه که ما بتونیم این سوال رو به خوبی حل بکنیم. امیدوارم موفق باشید.